جوان بکسوری به ما مراجعه میکنه و مراجعه کرده اومده درد سرشونه داره. زمانی که بخواد مشت بزنه سرشونه‌اش در میگیره. وقتی بررسی میکنه و امارایش رو بررسی میکنید قشنگ نگاه کنید، لابرال یا لابرول آسیب دیده، پارگی پیدا کرده. چرا؟ به دلیلی که ورزش سنگین انجام داره یا ضرباتی که وارد شده غیر اصولی بوده و استاندارد نبوده. از ورزش سنگین جلوگیری کنید. واقعا ورزش سنگین جز درد برای شما هیچی نخواهد داشت و آسیبایی که بهتون وارد میشه. حالا لابرال چی هستش؟ انتهای استخوان بازو هستش که در محل خودش در استخوان سرشونه قرار میگیره و به دلیل اینکه سر استخوان بزرگتر از حفره‌ای که قرار میگیره ما میتونیم سرشونه به هر سمت بچرخونیم. امارایش رو بررسی کردیم، نیاز به عمل جراحی هستش و حتما هر زمانی که به پزشک میخوایم مراجعه کنید قطعا امارای رو باید بگیرید، چون امارای مشخص میکنه که شما چه نوع پارگی دارید و چگونه باید معالجه و درمان بشید.